صبر کن. قبل از اینکه تصویر راه بیفته، قبل از اینکه شلوغی هجوم بیاره، یه لحظه فقط گوش بده. بعضی صداها از گوش رد نمیشن، میلغزن توی تنت. اینجا همه چی از یه ضرب شروع میشه، نه از جمعیت، نه از نور، از یه حس. شهرداری رو همه دیدن، اما کمتر کسی واقعا حسش کرده. کمتر کسی وایستاده وسط این همه آدم و فهمیده زندگی چطوری داره نفس میکشه. اینجا آدم ها فقط رد نمیشن، نگاه میکنن، مکس میکنن، گاهی ناخودآگاه لبخند میزنن. یه صدا میتونه کل فضا رو مال خودش کنه، میتونه شلوغی رو رام کنه، میتونه آدم ها رو بی اختیار نگه داره. شهرداری جاییه که هر لحظهش یه قاب زنده است. یه نگاه، یه قدم، یه ایستادن کوتاه بین رفتن و موندن. اگر فکر میکنی این فقط یه میدونه، اگر فکر میکنی قراره یه ویدیو معمولی ببینی، بهت بگم هنوز واردش نشده. این ویدیو دعوت تماشا نیست، دعوت حضوره، دعوت پرسه زدنه بین آدم ها، بین صداها، بین لحظه هایی که اگه حواست نباشه از دستت میرن. پس آروم بیا جلو، چون قرار شهرداری خودشو کم کم بهت نشون بده. ویدیو از یه صدا شروع میشه، صدایی که شلوغی شهر رو آروم میکنه. یه پسر کرد، موهای فرفری، لباسای رنگی هیپیتور، نشسته کنار کبوترها تو دنیای خودش. ضربه های هنگ درام میخوره به هوا، آروم، عمیق، هیپنوتیزم کننده. مردم وای میستن، نگاه میکن، گوشی ها بالا میاد. یکی فیلم میگیره، یکی لبخند میزنه، یکی بی صدا پول میذاره و کنارشو رد میشه. اون اما هنوز تو حال خودشه، انگار کل شهرداری فقط برای ساز اونه. بعد من میافتم به پرسه زدن. پیاده راه میدون شهرداری، بین آدم ها، بین بومی ها و توریست ها، شلوغ، زنده، پر از حرکت. هر قدم یه داستانه. دست فروشا یکی یکی پیداشون میشه، بساطا باز میشن، چشما میچرخه، دستا میره سمت خرید. یه گوشه بوی خوراکی میاد، یه جا صدای استکان چای. آدما نشستن، ایستادن، زندگی جریان داره. اگه این فضا رو حس کردی،
اگه یه لحظه با صداها و آدماش موندی، یه لایک آروم بنداز پایین ویدیو. همین. Ja, aber خانوما اما اونا با یه نیت دیگه اومدن. استایلای دلبرونه، اوتفیت های هات، برای عکس، برای دیده شدن، برای اینکه شهرداری قاب خاطره هاشون بشه. عکاسای خیابونی در کمین لحظن. نگاه، نور، لبخند، کلیک. لحظه ها شکار میشن. نظرت چیه؟ شهرداری رو تو چطور میبینی؟ برام تو کامنت ها بنویس. میخونمشون یکی یکی.
اینجا همه هستن، زن و مرد، پیر و جوان. یکی فقط رد میشه، یکی اما اومده شهرداری رو زندگی کنه. خیلی وقت منتظرم. چقدر اسمشه؟ اگه دوست داری بیشتر با هم پرسه بزنیم، بیشتر این حال و هوا رو ببینی، سابسکرایب کن، چون این فقط شروعشه. و اینجاست که ویدیو تموم میشه، اما حال هوای شهرداری هنوز تو هوا مونده. اگه یه بار بیای اینجا میفهمی بعضی جاها فقط دیده نمیشن، حس میشن.